با کلی بینندگان ارجمند و زیبابین برنامه‌های تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. عین حال ما قرار داریم در دل بخشان زمینی نازنین، سرزمینی که نامش با عنوان هزار شهر با پرچم‌های پرافشان در اوستا یاد شده است. با صمیمیت و احترام خاص شما را به تماشای مرکزی ختلان زمین و شهر باختر نازنین دعوت می‌نماییم. با صمیمیت و احترام میگوییم درود به باختر! I love Bakhtar. ای ساربان آهیستران مرحبا با شهر باختر. شهر باختر مرکز مأموری ولایت ختلان بوده در جنوب و غرب تاجیکستان در ساحل دریای وخش در بلندی 428 متر بالاتر از سطح بحر در 100 کیلومتری شهر دوشنبه جایگیر است. تاریخ شهر خیلی باستانی بوده. در مسیر تاریخ با نام‌های باختر، لیوکند و قرغن‌تپه یادآوری شده است. شهر حاضره باختر در سالهای 1944-1992 با نام قرغن‌تپه مرکز مأموری ولایت قرغن‌تپه بود. از سال 1993 تا سال 2018 مرکز مأموری ولایت ختلان گردید. با نظرداشت تاریخی غنی و بای این سرزمین با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 20 ینوار سال 2018 نام شهر قرغن‌تپه به شهر باستانی باختر عوض کرده شد. بنابر آمار پیشنهاد نموده شغل اهالی در سال 2022 اهالی شهر به 126,700 نفر برابر است. با
باغ فرهنگی فراغتی 70 سالگی وادی وخش مکانی هست که میتوان لحظه از خستگی های روزگار در آغوش طبیعت پناه برد. گشت و گذار و دیدن ارزش های تاریخی در این باغ خیلی لذت دارد. باید بگویم که هر یک نماد یا یک نشانه که در باغ 70 سالگی وادی وخش گذاشته شده است رمز خاصی دارد و این هیکل معنای آن را دارد که بانوان تاجیک رسم و رسوم و هنرهای زیبا را دست به دست از مادر و دختر به میراث می‌دهند. اولین بار این تراکتور را وقتی اینجا دیدم فکر کردم این ماکت نمونه یگان تراکتور قدیمی است، اما باور میکنید که این خودی تراکتور اصل است که در اولهای سالهای اتحاد شوروی به وادی وخش آورده شده بود و سهمی بزرگ داشته است این نقلیات در راهسازی و آبادی این وادی. محض به همین مقصد این را در اینجا گذاشتن تا مردم ببینن که آغاز راه آبادانی در این سرزمین با چی شروع شده بود. و اینجا در پشت آن ما گوشه خیلی جالب میبینیم که رفتیم از نزدیک ببینیم. با یک دیدن ما علاقه تأثیرات پیدا می شود که این گوشه که در اینجا هست به واسطه که معنای آن را دارد که در رسم و رسوم مردم تاجیک مهمان نوازی و دلگشایی این نمونه عالی هست و از اینجا با رسم و رسوم دستشویی شروع می گردد و این بابا باشد ما را دعوت میکند که دل و دیده و خانه مردم تاجیک همه وقت برای قبول مهمان شاد است و سرفراز. چون فرصت ما محدود است وقت را در اینجا بسیار نمیکشانیم. تشکر و بیایید میرویم. درختان سایه افکن، گل‌های رنگارنگ، راهروهای تازه و فضای آرام اینجا را به مکانی دوست داشتنی کس تبدیل می‌دهد. اگرچه این دو ششره طرف چپ باغ صنعی‌اند، با یک طرح نظربا و دیدنی بابی ساخته شدند که کس میتواند به عالم رنگین طبیعت دلنشین وطن آشنایی پیدا نماید. به مثل و زیبا فراوهر رمز از دل تاریخ، نشانه که هویت، تاریخ و اصیلیت یک نژاد بزرگ را نشانه است. این یک نماد عادی نیست، این رمز است که انسان را به گفتار نیک، پندار نیک و رفتار نیک دعوت میکند. در چنین یک هوای زیبا با چنین تصویر یا مجسمه پرشکوه گذاشتن این نماد در
دل شهر باختر یک کار است برای تحسین گفتن. فراوهر یکی از پرمعناترین نشانه های تمدن آریایی است که ریشه های آن به تعلیمات زرتشتی می رسد. این رمز نه تنها یک تصویر زیبا بلکه یک پیام عمیق اخلاقی و فلسفی را در بر می گیرد. گرچه هر نشانه این رمز یک فلسفه خاص را انعکاس می کنند، برای دوستداران فرهنگ اجدادی ضرور می دانیم که در شکل فشرده ارزش این مجسمه با شکوه را شرح دهیم. فراوهر سیمای انسانی را نشان می دهد که در داخل یک حلقه قرار دارد و بالهای گشاده دارد. آن بالها رمز بالاروی، پیشرفت و تلاش برای رسیدن به کمالات معنوی می باشند. 3 قطار بالها با 3 پرینسیپ اساسی تعلیمات زرتشتی اشاره می کند: پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک. ارزش هایی که انسان را به راه راست هدایت می کنند. حلقه‌ای که در دست فراوهر هست نشانه ابدیت و وفاداری به عهد می باشد. شرح جالب نیز وجود دارد که حلقه ازدواجی زن و شوهر نیز برگرفته غایه از فراوهر آریایی می باشند. در آیین آریایی فراوهر اینچنین رمز روحی محافظ، نیرویی که انسان را در راه حق راهنمایی می‌کند دانسته می‌شود. آن انسان را دعوت می‌کند که مسئولیت حیات خود را به دوش گیرد و با وجدان، راست قولی و عدالت زندگی کند. محض این محتوا و ارزش فلسفی و اخلاقی این رمز بود که همچون نماد آریایی پذیرفته شده، حتی در لوا و قصر و ارک‌های دولت‌های تاریخی ما حکاکی می‌شد. فراوهر تنها یک یادگاری تاریخی نیست، بلکه منبع افتخارات ملی است که به ما یادرس می‌کند که ارزش‌های تاریخی ما در پاکی نیت، راستی گفتار و نیکی عمل‌هایند. از این رو ما باید فراموش نسازیم که ما وارثان فرهنگی هستیم که محورش نیکی و زیبا بیانی است. بینندگان ارجمند، صدای گوشنواز دریای وخشو تمام غم و غصه ها را از دل برون میکند. با دیدن چنین منظره زیبا تنها با افتخار میگویی که تاجیکستان من همه جاش زیباست. سیر و گشت در گلزار این باغ فراغتی در حقیقت فره‌افزاست، چون که در برابر گل و گلزار و مجسمه های جالب در اینجا شاخه دریای وخشو می گذرد که به گوش کس داستانی مهر می سراید. گرچه تماشای این منظره گواراست، ما باید راه را ادامه دهیم، زیرا هر زیبایی که به دل ما تهیه‌گران برنامه راه می یابد باید به چشم شما هم به نمایش گذاشته شود. با عبور کپروک از باغ فرهنگی فراغتی 70 سالگی وادی بخش به باغ فرهنگی فراغتی نشان دولتی گذاشتیم. پایه نشان دولتی در اینجا با بلندی 30 متر و خود نشان با اندازه 2.6 متر با سنگ خارا آرا یافته قامت افراخته است.
بگویم که گشت و گذار در باغ فرهنگی فراغتی نشان خیلی گوارا است. اینجا میتوانی خیلی فکرها را بررسی کنی، چون که صدای گوشنواز دریای وحش به کس الهام، ذوق و شوق دیگری میبخشد. از روی آنه که دیدم این باغ بیشتر برای گشت و گذار در شبانه خیلی موفق بوده است، زیرا تمام گوشه و کنارش چراغان است و اگر فرصت و امکان دست دهد ما حتما گونه این باغ را در شبانه منظور شما میکنیم. و حالا باشد بیاید میبینیم که در آن جا چی نقش و چی زیبایی تصویر شده است. در میدان این باغ زیاده از 89,000 گل و بوته‌های آرایشی و گل‌های موسمی شنانیده شده بودند که هوای اینجا را در حقیقت دلربا و پسندیده می‌گردانند. اگر که اینجا فرصتی می بود حتما که لب دریای وخشو زیر شکوه نشان دولتی می نشستم و به لب مصرع‌های کنار آب رکناباد و گلگشت مصلای حافظ را زمزمه می کردم. اما سیاحت ما نو شروع شد و ادامه سفر تصمیم تماشای انفراساختار سیاحی و صنعت معماری شهر را داریم. پس می رویم. باید گفت که باختر امروز به یک میدان بزرگ بنیادکاری تبدیل یافته است. بناهای بلند آشیانه، راههای وسیع، مرکزهای خدمت رسانی و انشاءات اجتماعی همه نشانه رشد یک شهر رو به ترقی را می‌دهند. اینجا سر هر گردش کوچه های شهر کارهای بنیادکاری و سازندگی ادامه دارند که نه تنها سیمای شهر را زیباتر می نمایند بلکه افتتاح آنها قدم مهم و پایه استوار می شود برای زندگی آسان و معاصر، در نوبت اول برای ساکنان محلی، پس آن برای جهانگردان خارجی. گلگشت های زیبا. ما این موضوع را برای نهاری انتخاب کردیم و خیلی مکانی زیباست و چی طوری به ما معلومات رسید این قهوه‌خانه خیلی بزرگ است و در برابر آنه که در این صحن حولی به سیاحان و گردشگران خدمت رسانی میکنند، درون این بنا هم یک قهوه‌خانه خیلی زیبا بوده است که ما که به طبیعت و زیبایی طبیعت میل داریم اینجا را انتخاب کردیم. تشکر زیاد.
خدمت‌رسانی‌های شما طریق الکترونی هستند. خیلی قدمی استواری است در رشد حکومت الکترونی و رقمی کنانی در ساحه سیاحی و این خیلی کمی اندر کم است که من میبینم که خدمت‌رسانی‌های طربخانه و قهوه‌خانه و اینفراستراکچور ساحه سیاحی به گونه الکترونی باشند و اینجا همه نمود منیو یا که خدمت‌رسانی‌های داره در درون این نصب شده است. حالا من طریق الکترونی میتوانم فرمایش دهم. ما نهاری انتخاب میکنیم و از اینجا انتخاب میکنیم در این قهوه‌خانه که علاقه به خدمت‌رسانی‌های آنلاینی پیوسته قدم مهمی در راه رقمی کنانی ساحه سیاحی گذاشتند، شرایط سازگار فراهم است تا لحظه در هوای آسایش بنشینی و استراحت نمایی. علاوه بر این، سلیقه خوب و مهمان نوازی خاص پیش خدمتان این قهوه‌خانه را میتوان احسن گفت. فرمایش را خوب میپذیرند و سری وقت حاضر مینمایند. محور اساسی رشد ساحه سیاحی محض در اینفراستراکچور موافق دانسته می شود، چون که ما طبیعت زیبا، فرهنگ والا و مکانهای جالب و دیدنی باب داریم. اگر به این صفتها اینفراستراکچور و خدمت‌رسانی‌های با صفت را وارد نموده در ساحه سیاحی رقمی کنانی را نیز عملی سازیم، کار علی نور خواهد بود. قدم به قدم در پی کشف شهر بختر به یک محله رسیدیم که گویا برای ثبت فیلمی معماری معاصر ساخته شده باشد. اینجا همه خانه ها با یک طرح، یک اسلوب و یک نقشه ساخته شدند. رنگ ها، شکل ها و طرح معماری به این محله سیمای غیر عادی و خیلی زیبا را بخشیدند. گوشه شهر بختر نمونه یک شهر آینده می تواند باشد که ساخت، طرح و منظره آن بی‌نظیر بوده. با بنیاد اینفراستراکچور می توان سیاحان زیادی را جلب نمود، چون که بغیر از طرح زیبای بناها اینجا هنرمندان چیره دست و طبیعت زیبای نیز هست. بینندگان ارجمند، نمای این محله خیلی زیباست. گرچه در دل شهر بختر جایگیر است، اما تصور میکنی که یک شهرچه خردکه که برون از شهر است و از روی شنیده ها در این محله یکی از هنرمندان چیره دستی شهر بختر زندگی میکند و برای من جالب است که در این محله زیبا خانه یک هنرمند چگونه است.
ما به طور غیر عادی و ناخوانده به اینجا می رویم. رفتیم. محمد السلام جان علیکم. در خانه‌تان یگان نفر هست؟ ممکن؟ محمد. برایم. تشکر. ممکن؟ یگان کس هست؟ السلام علیکم. ممکن؟ من یک مرحمت بهتون. خیلی محله زیبا و جالبی دقت اینجا بینید بینندگان ارجمند، یک هوای خیلی با کس دلپسند. خانه‌ای که ما تشریف آوردیم به اهل گذر و قریب کل شهر باختر آشناست، چون که در این محله زیبا هنرمند عمر به سر میبرد که نقش‌های ملی تاجیکی در زیر انگشتان او روی چوب جان میگیرند. هر نقش که او روی چوب میآورد یک قصه خاص هنر دارد. سال 74 من کالج رسومی به نام عالم ختم کردم. من شاگرد یک استاد بزرگ سراج‌الدین اکا نورالدینوف بودم. همین هنر ما از همونجا یاد گرفتم از سراج‌الدین اکا. بسیار کارو کردم. من بسیار نمایش‌ها با اشتراک کردم. گرمانیا و آلمان، خیتای، این بین المللی آزمونا. یک عمرم کارم کنده کاره، نقاشی، گشت کاره. اویلمون اویله هنرمندان. دو پسر دارم، هر دوشم رسوم های اعضای اتفاق رسومان تاجیکستان. من خودم رسوم خلقی تاجیکستان رومان بودم. همین هنرمندا ما خوش آمدید. صحبت با صاحب دلان خوشایند و دلپسند است، خاصتاً با آنهایی که هنرشان ارزش‌های ملی را پاس می‌دارد و زندگی نامه‌شان چی در جاده کسب و چی در جاده عائله‌داری نمونه عبرت است. خوشبختی عائلوی از نظر یک عائله که 50 سال با هم بوده است چی هست؟ یک دیگر فهمی حرمت احترام به زن و به مرد حرمت کند، یک دیگر فهمد. اما اتفاق شکر نه ما طرف دختر و بچه ها میبیان خبر میگیرن زندگیمون نه. هر کجا که زندگی است زیبایی آنجاست و هر کجا که زیبایی است من آنجایم. این منظره که تسخیر کننده دل است در مسیر راه قرار داشت که نتوانستیم نادیده گذاریم. در آغوش این گلها خود را میتوان در صحنه فیلم هندی تصور کرد. یک جادوی عجیب دارد منظره زیبای وطن. هر نفسی که میکشیم پر از بوی نکهتی بی‌مثل است. در این گلزار نسیم سبک از میان این گلها نازکانه گذشته برگها را به رقص می درآورد. گویا طبیعت یک آهنگ نازک نواخته ایستاده باشد. در این رنگارنگی من خود را در آغوش این همه حسن گم نموده بودم و به دنیای تخیلاتی رفته بودم.
تا آن زمان که همکارانم از پشت کد مرا به واقعیت برگرداندند که به خود بیا اینجا برای ثبت برنامه آمده. بینندگان عزیز، هیچ وقت خود را از دیدن منظره های زیبا بی‌نصیب نکنید. کوشش نمایید که زندگیتان را با زیبایی پیوند نموده باشد، چه در شهر پرشور و چه در روستای دور دور. هر جا زیبایی خود را دارد. در هوای رنگارنگی منظره های بی‌نظیر ما رسیدیم به محله غیرت، و محله‌ای که ریسک با مهنت و زمین پیوند است. بینندگان ارجمند، چون هدف برنامه ما آمدن، دیدن و معرفی ظرفیت‌های سیاحی گوشه و کنار کشور است، ما در شهر باختر به مکان آمدیم که تمام محصولات‌های تر و تازه بازارهای جمهوری پروریده می‌شود و شما رو به تماشای گرمخانه‌هایی که در آنجا بادرینگ، قلف نر و پمیدور پروریده می‌شود دعوت می‌کنیم. رفتیم. یک خانواده یک پاره زمین را به منبع برکت تبدیل داده. مردم زمین‌های نزد حولگی خود را ثمرناک استفاده برده. سبزوات تر و تازه، بادرینگ، پمیدار و قلفینه پرورش نموده. در غنی‌گردانی بازار کشور با سبزوات تر و تازه نقش مهم دارد. بینندگان ارجمند، ببینید ما چقدر بادرینگ جمع آوری کردیم و باید بگویم که دیدن این منظره ها، دیدن این مکان ها چقدر خوب است، زیرا که ما از زحمتی یک کشاورزان از نزدیک آشنا می‌گردیم و من خیلی می‌خواستم که سمت اگروتوریسم در این منطقه بیشتر رشد بیاورد تا سیاحان داخلی و خارجی این گونه با یک تاثیرات جالب و رنگین بتوانند آن چیزی را که میخورند یک بار ببینند که چگونه پروریده می شود. آقا جان تشکر زیاد بر شما. این تنها شما با بادرینگ پروری یعنی گرمخانه های بادرینگ داره تمام؟ نه، ما در گرمخانه دیگر پمیدور داریم و در آن دو باز در گرمخانه دیگر باید کشاورزی میکنیم. امکان دارد که ما ببینیم اگر اجازه باشه؟ بله. بینندگان ارجمند، بیا از خانه بادرینگ به خانه پمیدورها و قلفینه ها می رویم. بعد موسم پرورش چگونه است؟ موسم پرورش خیلی که در گرمخانه بادرینگ من به شما گفته گذاشتم، بادرینگ کمتر پیشتر میپزد و پختن پمیدور کمتر خفیفتر است. ما این پمیدورها رو هم نه همه روزه، دو روز پس میخواه گلها رو با انمی یوری دارو ما میخواه کرده گلهای اینها رو باید میکنیم، دارو میکنیم. در حقیقت دهقانانی که در گرمخانه ها مهنت میکنند به زمین نگاه نو میبخشند. در این محل هر قطعه خرد نزد خانگی را مثل گنج استفاده میبرند و با دانش، صبر و مهنت آن را به منبع دائمی برکت تبدیل دادند.
واو. می‌کند که در اینجا چقدر کشتی امسالای مونات شده است. حاضر من به شما تازه چینی خوفوی رو چقدر همه روزه جمع‌آوری می‌کنیم. میگویم خلفینه شکل دیل را دارد و برای دیل خیلی مفید است. بندگان ارجمند، این گونه معجزه کشاورزی را در شهر باختر میتوانید ببینید. ببینید از شاخه در یک جا شینانده ما هم با درنگ میتوانیم جمع آوری کنیم و هم خلفینه. موسم جمع آوری خلفینه تان چگونه است؟ موسم جمع‌آوری خوفوی ما از ماه اپریل سر می‌شود تا ماه آخری مای. در جمع‌آوری یک هفته چند مرتبه میچینید؟ اگر هوا گرمتر باشد ما میتوانیم یک روز پس خوفوی را جمع‌آوری کنیم. بسیار عالی. در داخل گرمخانه که حرارت و محیط زیر نظارت است، سبزوات و نهالها گویا در آغوش غمخواری مخصوص انسان می سبزند. با زحمت پیوسته و استفاده ثمرناک زمین، این دهقانان توانستند در یک سال 2 مراتب حاصل گیرند که این نه تنها نتیجه مهنت بلکه نمونه خرد، نوآوری و احترام به زمین است. واقعاً زمین در دست چنین انسان‌ها تنها خاک نیست، آن به منبع حیات و فراوانی تبدیل می‌یابد. در درون این گرمخانه‌ها تقریباً نیم ساعت حضور داشتم و باید احسن و آفرین گویم و برزگرانی که در هوای گرم با دستان خسته ولی دل پر از امید زمین را زنده نگه داشته تلاش می‌ورزند که از خاک نعمت برویانند. مرحبا به شهر باختر. این گرمخانه ها را برزگران نکوکار آنچنان با لطف پروریدند که حتی حشرات نیز در اینجا صمیمی است که دلیلش این صحنه خاطرمان بود. بینندگان ارجمند، زیر صوت ساز تار و دف ما به شما طرز آماده ساختنی یک نوع خوراکی ملی مردمی شهر باختر را نشان میدهیم. چرا ما در سر این خان دف داریم، لبچنگ داریم و دوتار داریم. در ادامه برنامه نشان خواهیم داد. رفتیم. بله بله. سلامت باشین. خیلی منتپذیر هستیم که ما رو
پذیرفتید، فرصت جدا کردید تا ما را در مهمانی خود قبول کنید و چی طوری که ما آگاهی یافتیم شما بانوی هستید که مسئله 40 هنر کم است و شما موافق به اومد و محض ما خواستیم که هنر استعداد شما را منظور بیننده نماییم و ما را میگفتید معرفی میکردید که امروز برای بینندگان ما در این برنامه چه نوع خوراکی ملی مردمی را نشان میدید. سلامت باشین. اولا شما را به شهری بختر زمین، به شهری که پر از هنرمندان و پر از طراحان و پر از نوازندگان هست شما را خوش آمدید میگیم به خانه ما که امروز ما یک جمله زنان بانوان هنرمند که در اینجا جمع آمدیم به هنرهای مردمی که رو آورده ایم. یکی از پخت و پزهایی که ما همه وقت نام دارد تحمل که ما همه وقت این را در جشن و چاربینی ها و در توی تماشاهای عروسی این را ما تیار میکنیم. ما همین را میخواهیم که امروز به شما پیشکش کنیم. از چی شروع میکنیم؟ ما شروع میکنیم. ما الکی زوالای تحملم رو گرفتیم که دم خورد برای که وقت کمتر سلقین است برای اون که تنوک کردنش آسان‌تر شود. اناکنون ما حاضر شروع میکنیم به تنوک کردن زوالای تحملمون. خیلی که میبینید ما این زوالای تحمل رو خمیرش ما الکی تیار کردیم. در خمیر امین تحملمون آب، تخم و همین امروز ما 6 دانه تیار کردیم و همین من 2 تخم ایلوه کردم برای که هم طعمش نغز بیاید هم نغز تنک شود. برای که ما تحمل رو نشان دهیم اولا گفتنی هستم که در تحمل برای بعد از تنوک کردنش ما قیمق میمولیم. قیمق خانگی خودتان آماده کردیم. از مثال ما در محل که زندگی میکنیم البته که گو مول داریم از همون شیر قیمق خانگی خودمون تیار میکنیم. بعد وقتی که ما این رو تیار کردیم و قیمق مالیدیم که ما در وقتی تیار کردن بود باز شما نشان میدهیم. بعد در توبه چخیلی که قلمه رو در دیگ میپزیم با روغن زیاد این رو با روغن کمتر و روغن زرد خودی حاضر به شما تحمل رو پیشکش میکنم. غیر از این با پختن کلچه کلان، کلچه میده همین ها مشغول هستم. از دوره جوانی اینها رو ما تیار میکنیم چون که ما خور بودیم. مادر من به همین کارها مشغول بودن. ما از مادرم آموختیم هم خوراکای ملی رو هم پتوپزی همین خوراکای ملی. ما از شروع برنامه را آغاز کرده بودیم با یک آهنگ دلنوازی که شما چنگ نواختید. این هنر رو از کجا یاد گرفتید؟ من اصلا در عائله هنرمند به دنیا آمدم. پدرم گوهر تراش بودن، مادرم چکندوز بودن، نمد میریختن، کوزه ها میکردن. همین رو ما در محیط عائله از خود کردم. چنگ نوازی وقتی که ما در سری دسترخوان می نشستیم همه جمع وقتی خوراک میخوردیم باز به نوازندگی و به سرایندگی و به رقاصی هم در عائله مشغول بودیم. چون که پدرم دوتار می نواخت، مادرم دوتار می نواختن، دایره نوازی می کردن. اصلا دایره در تاجیکان ما پیش وقته در توی تماشاها زنها دایره می نواختن. در هر یک خانه 2-3 دایره پیدا می شد. ما در همین محیط کلان شدم به وایه رسیدم. همین دایره نوازی، دوتار نوازی، لبچنگ نوازی رو من در محیط عائله از خود کردم. از مادرم، از خاله‌ام، از اپام از خود کردم و این چونین چکندوزی و همین رومالی که در سری من میبینید من از 2016
16 سال این جانب من در بافتن همه رویمال ها هم مشغول هستم که مردم درخواست میکنن و درخواست آنها رو من اجرا میکنم. بینندگان ارجمند الکی درک کردید که در شروع برنامه من گفته بودم که اگر به یک فرد نوابسته از آنکه زن است یا مرد 40 هنر کم باشد، این بانوی تاجیک ما الکی قریب 41 هنر دارد و ما میخواهیم که وقتی که این خمیر ما باید که دم گیرد، امیدواریم که از شهد هنرهای خیش و مانند دوتار نواختن و دف نواختن که الکی یک تیمی خیلی خوبه داشتن در این محله اپای جمیله با حق و همسایه ها که برای شادی و برای خوشحالی هم جمع می اومدند و این خوراک های ملی را آماده میکردند و رقص میکردند و ساز میزدند و دف و خوشحالی میکردند. این است لذت یک هوای ثبات و استقلال میهن. از رفتن کاش دلم نمیگیره قرار، از رفتن کاش دلم نمیگیره قرار. ای سوزشی دل تکیه زدم بر دیوار، ای سوزشی دل تکیه زدم بر دیوار. به مردم ما میگن دختری به صبر و قرار، به مردم ما میگن دختری به صبر و قرار. به صبری را ما کرده به عهدی را یار، به صبری را ما کردیم به عهدی را یار. این بانوی پرهنر گل سری ثبت همه مراسم های محلی است. هر کجایی که او هست آنجا هم نوای رباب است و هم چنگ و تار و دف. این زنی با غیرت محله غیرت میراث فرهنگی را در 3 شکل نگه می‌دارد: خوراک، موسیقی و هنر. دهمال یکی از خوراک‌های بالذت ملی است که نه هر کس از عهده پختن آن می‌براید. در پختن تحمال باید دقیق کار باشه. گرمی آتش، مقدار روغن و گرمی و سردی دیگ را حتما باید انیق دانست. سرخ میکنیم که روغن به درونش در آمده نقص پزد. آتشم کم نشد؟ در نماش اما را پیش کن. اولین مرتبه در سی سالگی هم بود. مستقلانه. این خیلی با همراهی مادرم و مادرم یاری میدادیم. ای خودش رو میپختم. خیلی کار نازک بود است. کارش سوکن‌تره نازک‌تر است. بینندگان ارجمند، پهمال ما آماده شد و تشکر به خاله جمیله که اسرار این
هنری اجدادی را به ما آموزاندند و میبینیم که از نمای آن خیلی بالازد میتابد. تشکر زیاد، هنرتان کم نشود. سلامت باشید، با اشتیاق باشید. تشکر زیاد. بینندگان ارجمند در ادامه برنامه با ما باشید. بختر شهر جالبی است که اگر در یک گوشه شهر هوای ثبات محله های آرام و کسنوای آرامی ببخشد، در گوشه دیگری شور و شوق یک شهر معاصری پرتشویش حکمران است. بیناهای بلند آشیانه، مجسمه های منقش چهره های ماندگار تاریخ ملت، غلاغله آدمان در آمیزش صدای ماشین ها، این است نبض واقعی یک شهر رو به رشد. قدم به قدم در کوچه های شهر باختر بینندگان ارجمند و ما اینک رسیدیم به نزد بینای کاخ فرهنگی شهر باختر. بیایید ببینیم فرهنگیان شهر با چی کار مشغول هستند. رفتیم. ما میخواستیم شما یک سیر نماییم در کاخ فرهنگ شهر باختر اگر اجازت و امکانیت باشد. با وارد گردیدن به قصر فرهنگ شهر باختر احساس می شود که اینجا صنعت نفس می کشد. بیناهای بر هوا و نظرربا، محیطی که صنعت ملی و فرهنگ اجدادی را باید رشد داد. مطربان در تمرین، سرایندگان در آمادگی و فضا پر از ایجاد است. محیط جالبی که میتوان از جلوه فرهنگ و هنر لذت برد. السلام علیکم. واو. گفتید که در اینجا کیها میتوانند به این هنر مشغول شوند؟ از سن سال دارد؟ از سن 15 تا 23 ساله قبول میکنید؟ قبول میکنیم، همچون دختر بچه ها و پسر بچه ها. اینچنین تصمیم گرفتیم که در همین سال با در تحت نظارت معلمایی که معلم و معلمه کلونی که درس میدهد، کودکانی از باغچه تا صنف 6 قبول نموده یک گروه کودکانه، هم بچگانه، هم پسرانه، هم دخترانه تصمیم گرفتیم که با یک گروه رقصی کودکانه تشکیل نماییم. مرحبا با انسامبل ستاره شهر باختر. تشکر زیاد معلمه جان، با یک تاثیرات نیک شما سخن گفتید که من مایل کردم که یکان نمود رقص آموزم. آیا امکان دارد؟ چرا نه؟ امکان دارد. مرحمت. بینندگان ارجمند در ادامه با ما باشید، من رقص می آموزم. میگویند رقص زبان به کلام دل است. جایی که سخن خاموش می شود، احساس به حرکت می درآید. بینندگان ارجمند، زندگی کوتاه است و همه وقت می سزد
خود را در کسب ما تجربه کنیم. و امروز من تصمیم گرفتم با انسامبل رقصی ستاره شهر باختر یک رقص جذاب را منظور شما کنم. و در نوبت اول معذرت میپرسم زیرا من در این کسب کسبیتی والا ندارم، اما همش منظور شما بینندگان ارجمند. شروع میکنیم. رفتیم. در انسامبل رقصی ستاره نازکی‌های زیبایی رقص به گونه خاص و کسبی آموزانیده می‌شوند. اینجا هر حرکت مضمون خاص داشته از جانب معلمان حرفه‌ای آموزانیده می‌شود و باید گفت که آموختن این کسب دقت خاص و فهمش بلند موسیقی را طلب می‌کند، زیرا در عالم رنگین رقص هر گردش نرم و قدم سبک قصه پنهانی دارد، گاه قصه شادی، عشق یا آزادی که باید به حرف نشان داده شوند. رقص کردن در گروه رقصی حرفه‌ای گرچه آسان به نظر رسید خیلی مشکل بوده است، زیرا این گل دخترکان خوشخرام الکی دستهایشان در الهیدگی سخن میگویند و نگاههایشان نظر میجویند و دلهایشان به ریتم ناعیان موسیقی پیوست گردیدند که جور شدن به ریتم آنها کار آسان نیست. پس حق است که گفتند هر کسی را بهر کار ساختند. کار کسی رقص، کار کسی هنر، کار من باشد کشف زیبایی‌های فرهنگی و تاریخی و سیاحی وطن است. چکن نه تنها لباس بلکه صنعتی خاص والاست. پوشیدن آن مثل ببر کردن جزء تاریخ ملت مایه افتخار است. این بود که تصمیم گرفتیم ادامه این سفر را چکن ببر ادامه دهیم. بینندگان ارجمند، پس از آن گرفتن تأثیرات‌های رنگین و غنی زیر هوای صوت و ساز و تار و دف و رقص، ما تصمیم داریم با جلوی چکن ختلانی سفرمان را ادامه دهیم و ما را مسیر داریم راه سوی آثارخانه ولایتی که در مرکز شهر باختر قرار دارد. بیایید تا از تک تک تاریخ پرغناوت این سرزمین اجدادی از نزدیک آشنا شویم. رفتیم. السلام علیکم. السلام علیکم. تشکر. ما از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی هستیم و میخواهیم از جوهر تاریخی ختلان زمین باستانی کمی با راهولدی شما بیشتر آشنا شویم و منظور بینندگان ما. آثارخانه تاریخی کشورشناسی اوستا یکی از مرکزهای مهم فرهنگی و تاریخی ولایت ختلان است که گنجینه‌های بای میراث تاریخی ناحیه‌های ولایت ختلان را در خود نگه می‌دارد. این آثارخانه تاریخ قدیمی این دیار را از دوره‌های باستان تا زمان معاصر به نمایش می‌گذارد. خود نام آثارخانه که اوستا نامگذاری شده است رمزی پیوندی عمیق فرهنگ گذشته را به امروز نشان می‌دهد.
дар натиҷаи гузарондани 70 бостоншиносон будеро дарёфт мекунанд ки дар ҳолати оромии хобида аст. Дарозиш 12 метр ва бараш 4 метр мебошад ки муҷассимаи мазкур дар осорхонаи бостоншиносии шаҳри Душанбе ба намоиш гузошта шудааст. бинандагони арзманд, як нуқтаро бояд қайд кунам ки мо як аз асрори аҷнатепа ки бисёр қиссаву ривоятҳои ҷолибе ҳам дорад, барномаи ривояти лақабро сабт намуда будем ки онро метавонед дар канали ютуб канали телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ муфассал тамошо кард. این مکان نه تنها جای نگهداری اشیاهای تاریخی است، بلکه یک فضای معرفتی می باشد که حس افتخار از گذشته و احترام به فرهنگ را در دل هر بیننده بیدار می نماید. اگر دوستدار تاریخ ملت هستید، حتما به این آثارخانه بیایید، زیرا اینجا هر یک اشیا یک قصه و هر یک اکسپونات یک صحیفه تاریخی وطن است. یک جهان تشکر، خیلی منتدار هستیم برای یک سیاحت اطلاعاتی و خاطرمان از آثارخانه تاریخی کشورشناسی به نام اوستای ولایت ختوان. بینندگان ارجمند، به آثارخانه بیایید، زیرا هر نفری که ریشه تاریخی خود را میشناسد در زندگی استوار خواهد ماند. تشکر زیاد، خوش مانید. بینندگان ارجمند، از روی اطلاع به دست آمده ما یک نقطه دیگری که میخواهیم ببینیم در اینجا کتابخانه ولایت ختوان است که یکی از بزرگترین کتابخانه ها در سراسر کشور دانسته می شود. بیایید ببینیم. سلام علیکم. سلام علیکم بینم. روز بخیر. روز شما من بخیر. به کتابخانه شما آمدم و میخواهم بدانم که چه حکمت‌های فرهنگی در کتابخانه شما نهان است. خوش آمدید. ما شما را خیر مقدم میگوییم به کتابخانه و تشریف شما برای ما بسیار هم باعث خرسندی است. تشکر زیاد. عین حال شما در تالاری خوانشی آمدی قرار دارید. طوری که دیده شدید ساعت 7 بیگاه است. کتابخانه تا فعالیت دارد. هوای آرام و مناسب برای رشد ذهن‌ها در خاموشی کتابخانه جهان دیگرگونه تر است، زیرا که اینجا اندیشه ها نفس میکشند، آرزوها کلان میشوند و آینده شکل دیگر میگیرد. کتابخانه ما زیاده از 100,000 نسخه کتاب‌های بدیعی و با زبان‌های روسی، انگلیسی مجهز گردانده است. از این شماره 200,000 نسخه دیگر کتاب‌های الکترونی می باشد. بینندگان ارجمند، چطور اطلاع داده شد کتابخانه خوانندگان خود را دارد و ما قانون و ترتیبات کتابخانه ها را نمیشکنیم. بگذار که مردم با یک در فضای آرام و ثبات کتابخانه خود را ادامه دهند. خیلی فضای فارم، وسیع و دوست داشتنی. تشکر زیاد. سلامت باشید عزیز. خوش آمدید. ممنون. رفتید. بینندگان ارجمند، خورشید به غروب رفت، اما دل باختر شهر باستانی در تکاپو است.
چون ما عهد دادیم که تمام جذابیت اینفراساختار و مکانهای دیدنی باب این شهر را منظور شما میکنیم. حتما که ما در یک روز از دستمون نمیبراید، اما به حد امکان هر آنچه هست ما پیشنهاد شما میکنیم و از روی اطلاع داشته‌مان ما حالا روان گردیدیم به دکان ارمغان فروشی تا هدیه برای خاطره ها از باختر شهر باستانی با خود بگیریم. رفتیم. السلام علیکم. خوش باشد، تشکر زیاد. ما میخواستیم یگان نمودی ارمغان های نیلی بخریم. و بینندگان ارجمند اینجا رو توجه کنید، تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی را در شهر باختر هم تماشا میکنند. اینها محصول دست هنرمندان هستند. یعنی شهر باختر باشد. دکان ارمغان فروشیتان چقدر کار میکنه؟ چند ساعته؟ 24 ساعته هم نوشتگی؟ نه شغل آوری است. البته در نزد باغ فرهنگی فرقاچه است. خیلی زیادنده. تشکر زیاد. رحمت کنم. شما دید باز بید با آوردگی. گشت و گذار در کوچه های شهر باختر خیلی گوار است، زیرا در این شهر هم می توانی آرام باشه و هم از جلوی زمانوی یک شهر معاصر لذت ببری. چراغ‌های منظم کوچه و راهروها شهر را به یک صحنه روشن تبدیل دادند که هر گوشه‌اش از رشد نوین یک شهر معاصر درک می‌دهد. برای یک سیاح چی لازم است؟ البته یک شهری که دارای اینفراساختاری خوب است و پر از جذابیت‌های سیاحی است و یکی از شرط‌های خاصی مفید برای جلب سیاحان به واسطه که این طربخانه و مهمانخانه‌های معاصرند و بینندگان ارجمند امشب ما تصمیم داریم که در این مهمانخانه با نفوذ شهر باختر شب را صبح کنیم. بیایید میبینیم که وضع این مهمانخانه از درون چگونه است. رفتید. السلام علیکم. شب بخیر باشد. ما از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی هستیم و تصمیم داریم که این شب را در مهمانخانه شما صبح کنیم. میخواستیم که شما معلوماتنامه برای ما پیشنهاد کرده باشد درباره مهمانخانه. ما دو نمود نورسانی داریم. مهمانخانه های معاصر یکی از وسیله های مهمی رشد ساحه سیاحی به شمار می روند. آنان نه تنها جای اقامت بلکه یک فضای فراهم سازنده راحت، امنیت و تجربه خوب برای مهمانان دانسته می شود. چنانکه که گفتیم وطن ما اقتدار بزرگ سیاحی دارد و بنیاد اینفراساختاری معاصر و موافق برای پیشرفت استوار ساحه سیاحی و معرفی بهتری کشور اهمیت کلان دارند. انتخاب ما در مهمانخانه بر هوای باشدن همین اتاق گشت. اتاقی که از رفزنه‌هایش سیمای زیبای شهر باختر نمایان است و آرامی شب با نور ملایم چراغ‌ها پیوند دارد. اینجا در همین فضای آرام و دلنشین کتاب خاطره دیده ها را در یک روز با چنین سخنها خاتمه می‌بخشیم.
امروز از آغاز صبح تا قریبی دل شب روزی بود پر از تأثیرات رنگین. روزی که هر لحظهش یک صحفه خاطرمان گردید. از گلگشت‌های چراغان تا سیمای معاصر شهر. و با باور میگویم که باختر تنها یک شهر نیست. آن یک حکایه زنده آبادی، جلوی فرهنگ، مهنت و آرزوهاست. اینجا گذشته، حاضره و آینده در یک رشته پیوستند. رشته‌ای که از مهنت انسان، از محبت به وطن و از آرزوهای فردای درخشان بافته شده است. و این خاطره ها مثل چراغ‌های شبانه شهر در دل همیشه روشن خواهند ماند. بینندگان ارجمند، هر صبح را شام است، هر شام را سحر است، اما ما در این نشر برنامه انتخاب کردیم که شبمان را محض در همین مهمانخانه برحواساب کنیم. باید بگویم که یک تأثیرات خیلی جالب و تکرار نشونده من برداشتم از این سفرم به شهر باختر. به واسطه ما نمیتوانیم همه جالبیت و ارزش‌های فرهنگی و انفراساختار سیاحی یک شهر عظیم را در دوام یک روز منظور بیننده نموده باشیم، اما با باوری میتوانم بگویم که هر یک نفری که دوستدار سیر و سیاحت است حتما به شهر باختر بیاید، زیرا باختر آن اقتدار جذاب و جالب را دارد که در تأثیرات هر نفر یک خاطره جالب را کاشته باشد. در اینجا میرسیم به انجام برنامه. تا برنامه های دیگر، تن صحت، خاطر شاد و پیروز باشید.